سلام رفقا، خوش اومدین به قسمت 4 ماینکرافت هاردکور. اسکینمو عوض کردم. آره همونطور که میدید من توی ایونتوریم کلی آیتمه. چرا توی ایونتوریم من کلی آیتمه؟ چون همه این چستا پر شده و من هیچ چست دیگه ای ندارم. حالا اینجا رو باید یکم درست مرست کنم برای اینکه بتونم چست اینجا بذارم. یه ایده ای دارم، اینه که بذار اینا رو بکنم. الان اگه من اونجا چست بذارم به خاطر این دوتا بالایی ها نمیتونم بکنم، پس این دوتا رو میکنم. حالا چیکار میکنم؟ میام این دوتا چست رو این بالا میذارم و بعدش میام این فرنس و کرافتینگ تیبلی که اینجا بوده اون زیرش میذارم. حالا برای اینکه به اونا دسترسی داشته باشم میام از پله استفاده میکنم. خدایی یعنی دارم واقعا جمع جور کار میکنم، یعنی فرنس هم بردم زیر کار که بتونم چست داشته باشم و اکچولی این پنجره هم میخوام باز. راستی یه سری چیزا هستن که توی ویدیو قبلی همونطور که میبینید رکوردش به مشکل خورد و شما نتونستید ببینید. مثلا چی؟ مثلا این انچانتینگ تیبل که من سرش دهنم واقعا صاف شدش. چرا دهنم صاف شد؟ چون اومدم اینجا کلی شوگرکن کاشتم. حتی اینو کلی نبودن، خیلی کم بودن، به مرور زمان رشد کرد و بزرگ شدش و من کلی AFK کردم که بتونم شوگرکن بگیرم که انچانتینگ تیبل بسازم. چون که اول امید داشتم که سیلک تاش روی تبرم و با انچانتینگ تیبل بگیرم و دیگه نیاز نباشه بیام اونور تریدینگ هال بسازم. بخاطر همین اینا رو گرفتم که بذار الانم بکنمشون یه دور. خب آقا راسته نکته من توی اون ویدیو گفتم که اینجام بگم و چون لازم نیست حتما برای اینکه انچانتینگ تیبلتون مکس لول بشه بیاد مثلا 2 لایه بذارید روش، نه یه لایه این دور تا دورش بشینید 30 لول کامل میده. حالا من چیزی ندارم بهتون نشون بدم، مثلا این آره امریکینگ 3 میده. بذارید یه ترای بزنم ببینم این چند تا خوب میده رو چست پلیت. بذار لپیس بیارم اون چست پلیت هم چی میده. آقا 1 2 3 امبریکینگ 3، پروتکشن 3، تونز 3. بعد نیستش دیگه، فکر کنم اکثرا بگیرم اینم راستی اینچنت کردم توی اون ویدیو. پروتکشن 3 داد، دپس استرایدر 3، اینم یه اینا داد، اینم اینا داد دیگه. چیزی که مشخصه و متاسفانه ویدیوش پاک شدش. حالا میایم سراغ این. در واقع این یه ویلیجر بریدره که من توی ویدیو قبلی ساختم. ببین اینجا میتونی بیای تو یه نگاهی بندازی. اینا دوتا فارمرن، بچه دارم میشن، بچه هاشون میفته پایین. من اینجا تقریبا کلی هم نه یه مقدار AFK کردم. الان اون تو پر ویلیجره. حالا باید برای اینا یه جا درست بکنیم. قراره تریدینگ هال بزرگ باشه چون من کلی کار به نظرم میشه با ویلیجر انجام داد. به خاطر همین آره دیگه تریدینگ هال بزرگ میخوام که اینجا خیلی جای مناسبی هم نیست، احتمالا مجبوریم 2 طبقهش بکنیم، ولی فعلا برای یه مقدار کمیشو برمیداریم که یه سری اینچنت‌های خیلی مهم رو بگیریم. حالا بعد بریم سراغ بقیه اینچنت‌ها، ولی بر همین تعداد نیاز داریم به کلی پیستون و ریپیتر و ترپدور و کلی حالا چوب و وسیله‌های چوبی که باید جمعش کنیم. من برگشتم، تقریبا هرچی که فکر کردم توی این تریدینگ هال قراره به کارم بیاد و برداشتم آوردم. الان قراره بریم بسازیم. البته همه چی آوردم، فقط وسایل حمل و نقل ویلیجرها رو نیاوردم که اونم مهم نیستش دیگه. تو اول از همه من برنامه‌ای که داشتم، یعنی برنامه‌ای که به صورت دیفالت داشتم این بودش که یه طرف قرار بود یه حالت 4 راتور باشه که یه طرفشو که این دریچه ورود ویلیجرها میگیره، این طرفش هم که در ورودی میگیره، یا حالا اگر خواستیم 2 طبقهش کنیم به خاطر راپلا این طرفش در واقع بلوکه میشه و کاری نمیشه باشه انجام داد.
میمونه این دو طرف دیگه که گفتم این دو طرف رو ما ویلیجر بذاریم و در واقع تریدینگ هال باشه. یا حالا اگرم دیگه خیلی نیاز داشتیم یه طبقه زیر این درست میکنیم و اونجا دوباره ویلیجر میبریم. الانم تنها کاری که باید بکنیم اینه که یه حالت دیوار تور اینجا بکشیم از هر چند طرف که فعلا بگیره. حالا بعداً 100% بیلدی هم واسش میسازیم. فعلا نیاز داریم برای اینکه خونه ندارم، من هنوز خونه ندارم، چی بیلد کنم اینجا. بریم سراغ ساختن تریدینگ هال. اگه تا الان تو این ویدیو موندی یعنی خوشت اومده، پس تعارف نکن، همین الان چنلمو سابسکرایب کن. خب بذار من آپدیت بدم که دقیقا چه اتفاقی افتاد. من اینجا کلی AFK کردم، کلی ویلیجر اینجا هست، میبینید که تمام ویلیجرها اینجا هم گذاشتم. این دو طرفم زامبی داره. الان فقط یه اشتباهی که کردم اینش که تعداد زیادی اینا زامبی شدن و بعد دی اسپام شدن که حالا مشکلی نیستش. یه سری این چند تا هم اینجا من آلردی اوکی کردم، مهم نیستش. مهم چیه؟ مهم اینه که من کل این تریدینگ ها رو ساختم، ویلیجر بریدر ساختم، این چند تا رو اینجا اوکی کردم و چی شدش؟ اومدم اینجا و سیلک تاشو از انچانتینگ تیبل گرفتم. فاک مای لایف.